خب بریم سراغ بازی بعدی دوستان. چالش ریتینگ 2000 600 رو رد کردیم. خوردیم به حریفی از هند با سرباز D4 شروع میکنم. اینا میزنیم. دوباره بهتون گفتم این شروع بازی بهش میگن ایوانز گامبیت، یعنی گامبی ایوانز در واقع، ولی خب من درک نمیکنمش. هرچند حریفم هم داره اشتباه کوچولو بازی میکنه. الان یعنی ما قربانی میدیم معمولا که از لحاظ گسترشی جلو بیافتیم. خب الان به چه گسترشی از من جلوی دقیقاً؟ من همه گسترشمو دادم، قلمم رفتم، انگار یه پیاده سالم دوباره از حریفم جلو. این اسب آشپز دوستان، من میتونم به مهره آشپز فشار بیارم. الان اگه با اسب اینو بزنم من با فیل وزیرشو میزنم. میبینین این اسمش آچمزیه که حالا آشپزی دو نوع داره، مطلق و نسبی، که حالا اینو قطعا با هم کار میکنیم. دوباره اینو میزنم مهره مفت. برمیگردیم میخوام رو خوب بزنم تو ستون فعال. اینم میزنم. وقتی جلو بودیم چیکار میکردیم؟ تعویض میکردیم. یه شایچی کم بکنین دوستان، هر زمان که این پیاده در واقع پیاده افتون از بین رفت یه شاکنار بکنین که تو این قطر یه وقتی اذیت نشین. الان اگر من شام تو G1 بود، بعد از اینکه سرباز جلو روند میتونست با فیل بیاد شاه من رو در واقع کیش بده دیگه. نه اینم میام میزنم، دارم اینم میزنم، همشو میزنیم. کم کم بازی‌ها یه کوچولو داره لولش میره بالاتر، چون که معمولا اینجا حریف اصلا به این حرکت‌ها نمیرسید، یعنی زودتر مات میشد. مشخصه که این چیزایی داره در واقع بهتر میشه بازیشون. با فیل F7 رو میزنم. وزیر اینجا با طرح وزیر F6، وزیر F6 کیش، مجبوره اینجا بیاد. سرباز جلو، میخوام G5 بیام و احتمالا اینجا مات فورس دیگه. بله G5. اینم میزنم، نگران پاد نیستم اصلا. شاه اینجا H3، میخوام از شاه هم استفاده بکنم و الان رخ اینجا، شاه اینجا، رخ 4 و مات دیگه. نه خیلی هم عالی. خب ریتینگ 619. بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی بریم جلو دوستان. ریتینگمون 619، چالش ریتینگ 2000. خوردیم به دوباره یک هندی از در واقع ریتینگ 595. سرباز G3، فیل G2. این بهش اگه یادتون باشه میگفتیم فیانکتو کردن. و اینجا فیلم میام اینجا، دوباره اینو آشپزش میکنم. توی ویدیو قبلی دیدیم. اینو من میزنم دوستان. مهم نیست که از لحاظ چیزی کوچولو مثلا برتری دو فیلمو دارم میدم. الان اگه نگاه بکنین این پیاده مرکزی من سیاه رنگن، توی خونه‌های سیاهن و خب این فیل سفید منه که اینجا داره خودنمایی میکنه. من با فیل میام اسب مفتشو میزنم. این سرباز داشت از این دفاع میکرد، وقتی که رون جلو دیگه دفاع نمیکنه. سرباز A4 دارم اینورو وا میکنم کلا که بخوام حمله بکنم به این شاه تنها. اگه دقت بکنین این شاه دفاع نداره، با سرباز بزنه رو خواهش مات میشه دوستان و مات. فیل داشت خونه B7 و D7 رو کنترل میکرد و مات شد. خب ریتینگ 626. بریم سراغ بازی بعدی. بریم جلو دوستان. ریتینگ 626، چالش 2000. حریف از انگلستان. اینو فرانسه بازی میکنیم. اینجا میتونه من پاسان بکنه ولی فرقی نداره. این جور بازی فرانسه است دوستان. با سرباز C5 دارم به مرکزش حمله میکنم و اینقدر دارم سعی میکنم به این سرباز خونه D4 در واقع فشار بیارم که دیگه دفاعش کوچولو واسه سخت باشه. حتی حرکت اسب B7 اسب F5 هم میتونم انجام بدم. این B2 رو میام میزنم. حالا مجبور است اینجا بکنه که از رخش دفاع کنه با وزیر، ولی خب این فیلش تو خونه E3 زیر ضربه و دو تاشون نمیتونه همزمان دفاع کنه. بله این هم میزنیم. تعویض میکنم یا نکنم؟ نمیکنم. وقتی میتونم اینجا مهره بیشتر بگیرم تعویض نمیکنم. اینم میزنیم دوستان. بزنه با اسب میزنم، مجبور اسبمو بزنه و اینجا اینم با کیش میزنم. حواسم باشه وزیرم گیر نیفته. فیلاسه میکنم که وزیر B2 بیاد در بره، چون که اسب B3 داشت میکرد، بعد موقع وزیرم گیر میافتاد. الان فیل داره دفاع میکنه از وزیر. 6 امتیاز جلوییم. تعویض میکنیم وقتی جلوییم. فیل اینجا اون زیر ضرب بود ولی مهم نیست، هنوزم از لحاظ امتیاز جلو. میخواد از D6 بیاد بکنه، چنگال بزنه، شاه بالا میکنم، رخ C7 دفاع میکنم از این. شاید به نظر ترسناک بیاد ولی اتفاق خاصی نمیفته اینجا. درسته که هست ولی خب اینو کاری نمیکنم. اسب برمیگردم اینجا، دارم الان حمله میکنم به اسبش، مجبور تکون بخوره. میزنیم اسب مفتو. اینو نداره بزنه چون اینم داره دفاع میکنه ازش و خب 6 امتیاز عقبه. اینم میزنیم، اینم میزنیم، اینم میزنیم و خب اینجا دیگه حریفمون تسلیم شده.
ریتینگ 634. بریم سراغ بعدی، بریم جلو دوستان. ریتینگ 634 چالش 2000. خب 666 از فیلیپین. اینو من کاروکان میزنم. اینا میزنیم اگر بزنه. خب نظر واردش ساخه باحالی شد. اینو من میزنم، باید E5 بازی بکنم دوستان. این قطر مرگ الان وا شده و خب من میتونستم باحال ازش استفاده بکنم و الان وزیر 4 کیش میدم، حمله میکنم به این دوتا همزمان. کلا هیچ وقت این قطر F2 در واقع E1 به H4 رو نباید وا کنین. الان من دوباره دارم به این دوتا حمله میکنم و خب تو حرکت بعدی رخ ازش میگیرم. این خیلی مرسومه. کلا نباید وا بکنین شما این قطر رو وا بکنین. من وارد میشم. اینم میزنیم. اینم با کیش میزنم. اینم میزنم و کلا اینور تخلیه شد. اینم میزنم. 20 تا امتیاز جلو این دوستان. حریف تسلیم شد. ریتینگ 643. بریم سراغ بازی بعدی. ریتینگ 643 چالش 2000. بریم سراغ بعدی. خوردیم به حریفی از فرانسه. اینو من با E6 شروع میکنم. سرباز C5. یه جورایی وارد بنونی شدم ولی خب این دیگه بنونی نیست. کلا هر زمان دوستان که این فیل زود میاد بیرون شما میتونید کار باحال بکنید. اینجا نگاه بکنید، من این سرباز رو میرم جلو، حمله دوگانه میکنم به این دوتا. شاید با خودش بگه خب من اینو خیلی راحت میتونم بزنم، ولی اگر میزد حرکت وزیر 5 کیش داشتم، حمله میکردم به شاه و فیلش همزمان و انگار یه سوارم از دست میداد. این توی در واقع شاخه لندن خیلی معروفه، کلا اتفاق زیاد میفته این در واقع تله و خب بعد این سوار سبک جلو هم از حریفم بردنش دیگه نباید کار سختی باشه. یه قلعه میرم، سرباز D5 هم میخوام بازی کنم. اگه قلعه نره، اگه قلعه در واقع نره که یه رونه کیش میرم اول اینجا که این شاهش از قلعه بیفته، یا اینکه مجبور شه با مهراش برگرده جلوی شاهش. بله حالا F2 شو میزنم. بعد این D5 هم میتونم بیام، یا اینکه میتونم یه اسب G4 بکنم. نه اسب G4 میکنم با طرح اسب اینجا، یه چنگال زیبا بهش بزنیم. چنگالو میزنم، اینم وزیرش رو بعد میام میزنم. مجبور اینجا با شاه فیل منو بزنه که من با اسب وزیرش رو میزنم و بازم کیش میشه، یعنی کلا وضعش خیلی داغونه. احتمالاً میخواد تسلیم بشه که باز نمیکنه، ولی خب ما برد رو میگیریم دیگه. خب اینو من زدم، اینم زدم، کیش میدیم. یه دونه کیش برخاست، این فیل راهش رو من وا میکنم، میتونم بیام سرباز D5 کنم. اینم میزنم دوستان، اینم میزنم و وزیر G4. فیل داره دفاع میکنه از وزیر رو. مات. ریتینگ 651 خوبه. بریم. ریتینگ 651 چالش 2000 دوستان. خوردیم به حریفی از آلمان. اینو من با D4 شروع میکنم، دوباره کامبی ایواند. اینم میزنیم. این اولین کسی بازم اشتباه بازی کرد. کلا آقا جان شما زمانی که میاین قربانی میدین نباید وزیر رو تعویض کنین، که شما قربانی میدین که بتونین حمله بکنین در ازاش. خب چرا پس سربازا داری قربانی میدی به من؟ اینم میزنم، قلعه بزرگ میتونم برم اینجا. دارم الان با فیل و رخ حمله میکنم به سربازش. اینو میزنیم مفت. اینم میزنم، دو تا پیاده سالم جلو هم از حریفم رو. خب برمیگردم اینجا، فیل B5 میخوام اینه که رو خودم وارد بازی بکنم. میبینین الان چقدر از مهراش استفاده نمیکنه، ولی من چقدر دارم سعی میکنم از مهرا استفاده کنم. و اینجا اگر شاه فش کنه حرکت خیلی خفن داری دوستان. ببین میگن تاکتیک منحرف کردن و باز کردن خطوط. الان اگه نگاه بکنین این فیل من داره اینجا رو کنترل میکنه، رخ منم داره اینجا رو کنترل میکنه. اگر من بتونم اسب رو مجبور کنم تکون بخوره و رخ رو حذف بکنم، بعد از حرکت رخیش مات میشه. با رخ میام رخش رو میزنم که مجبور شه با اسب بزنه. حالا راه فیلم وا شده، با حرکت رخیش میتونم بیام ماتش بکنم. میبینین دو تا اسبشو هیچ استفاده نکرده، اون رخش که تو خونه H8 هیچ کاری نکرده. من از همه مهرا اومدم استفاده کردم. اینو در واقع توجه داشته باشین که فعالیت مهرا خیلی مهمه. بریم سراغ بازی بعدی. بریم سراغ بازی بعدی. ریتینگ 669 چالش 2000. حریف از هند. چرا یک سفیدیم ما؟ اسب F3، اسب C3، فیل G5. گسترش عادی دوستان. اینم میزنیم، پیاداش دوب میشه و چون که این فیل من قرار بود فیل بدی باشه دیگه، نه پیاده مرکزی غیرت در واقع همرنگشن که حالا من این آموزشو گذاشتم تو یوتیوب که چه فیلی خوبه چه فیلی بده. الان این فیل من نگاه بکنین چقدر قطر زیبایی داره. اینو میزنم. قلعه کوچولو خطرناکه، من میتونم حرکت H4 انجام بدم با طرح H5 و خب الان میخوام حرکت وزیر F5 رو انجام بدم و اینجا دیگه مات فورسه.
میخوام وزیر چپ کنم، مجبور جی 6 کنه، اینم میزنیم، بزنه با وزیر میزنم. حالا اینجا هم میتونم وزیر چپ آتش کنم بعد از شاه 8، هم میتونم با رخ بیام بزنم که من با رخ میزنیم که بگیم رخمون هم کاری کرده تو بازی. ریتینگ 677 دوستان، بریم سراغ بازی بعدی. ریتینگ 660 چالش 2000، دوباره حریفی از آلمان 686 با دی 4 شروع میکنم. این دی 5 رو میام دوستان، این اسپر رو کرمی بهش برسیم، برگشت عقب. خب الان من دو تا سرباز گذاشتم تو مرکز و اون هیچ کاری نکرده بود. حرکت F6 افتضاحی حقیقتا. کلا این قطر رو شما تو 99% اوقات نباید واکنین. من اینو میزنمش، اسب اینجا میکنم که راه وزیرم وا بشه، یه کیش اینجا میدیم. اسب رو میتونم بذارمش خونه F5 ولی خب فعلا لازم نیست، گسترش هم میدم، نمیخوام این فیلش رایگان بیاد در واقع تعویض بشه. وزیر تعویض کردن اینجا خوب نیست، زمانی که شما حمله دارین نباید وزیر رو تعویض کنین دیگه. الان این شاهش از قلعه افتاده، این هم میزنم. کلا نمیدونم چرا تو این سطح ریتینگ دوستان نسبشون از آشیش گسترش بدن چون بازی زیاد دیدیم. یه دونه B3 میام که این سربازه اینجا بدون دفاع نباشه. حرکت اسب E2 اسب B4 اسب E6 رو میخوام انجام بدم. یک دونه در واقع به میگم مانور دادن، اسب اینجا میکنم، بزنه با سرباز میزنم، وزیر داره از این دفاع میکنه. حالا میخوام اسب E6 رو انجام بدم. آن پاسان هم میتونم بکنم دوستان، اینجا یه آن پاسان میزنیم، اسب E6 شنگال میزنیم به این دوتا. قبل از شنگال اینو میرونم جلو که یکم خطرناکترم باشه. حالا اینم میزنم، رخو میذاریمش E1، میخوام وزیر بکنم تو حرکت بعدی. وزیر اینجا شاه F7 کنه، وزیر E6 کیش میدم و الان وزیر 6 کیش میدم، مجبور شاه F7 بکنه، وزیر F7 بکنه و خب من الان میتونم از آن پاس در واقع دوباره چیز استفاده بکنم از آچمزی. این وزیر آچمزه، میتونم سربازم وزیر بکنم اینجا، مجبور با فیل برگرده که بعد با وزیرشو میزنم و مات. ریتینگ 669 دوستان، بریم سراغ بازی بعدی. ریتینگ 677 خوردیم 750. بالاخره اکانت به یکی از در واقع قویا خورده نسبتا، بد نیست. ریتینگ 750 و خب این شاید بالاترین ریتینگی باشه که فعلا بهش خوردیم. یه قلعه میریم اینجا دوستان، رخیش فیل اینجا. الان نگاه بکنید یه کوچولو داره خونه‌های سفید رنگش رو ضعیف میکنه. من اسب اینجا میکنم، اگر بزنه با سرباز میزنم، اگر میومد با اسب اینو میزد من با فیل اینو نمیزدم چون با اسب پس میگرفت، ولی وقتی که بزنه با سرباز میزدم، بعد داشتم با سرباز اینو میزدم. دوستان من اینجا میام اینو میزنم، بعد با اسب اینو میزنم که از قلعه بیفته. حالا یه از 6 هم بازی میکنم اینجا، اینو نمیتونه بزنه، اینو من میزنمش و خب وارد این وضعیت شدیم خب که وضعیتشو مفت داد دیگه متاسفانه. اینجا با اسب میتونم بزنم، سرباز 3 6 دیگه، بردنش نباید سخت باشه. وزیر F3 وزیر F6 رو میکنم، وزیرمو فعال میکنم دوستان. او نگران تایم بمونم باید باشیم یه کوچولو. این حریفای کوچولو زری بازی میکنن. من نحوی که بعد این بازی ببرم دوستان، بعد یکی از ستونا رو وا بکنم که بتونم زودتر به حریفم حمله بکنم، چون که تایمم کوچولو عقبه. باید سعی کنم هر چقدر که میشه بازی سریعتر جلو ببرم دوستان. که اینترنتمونم قطع شد، گوشیم زنگ خورد، ای وای. این شاید یکی از نزدیکترین باشه، دعا کنیم که اینترنت برگرده زودتر. ای وای 8 ثانیه زمان دارم دوستان، مجبورم که خیلی سریع بازی کنم. سرباز B5 وزیر D3 رخ اینجا، سرباز J6 سرباز H5 سرباز C5 بزنه با وزیر میزنم، وزیر C4 کیش، سربازش آچمزه با وزیر میزنم، سرباز جلو، ستونا رو وا میکنیم دوستان، بزنه با وزیر میزنم و مات. تمام، خیلی عالی. گوشیم زنگ خورد، وقتی گوشیم زنگ میخوره متاسفانه اینترنت میپره چون به وای فای وصل نیستیم دیگه. بریم سراغ بازی بعدی. ریتینگ 687 چالش 2000، داریم به در واقع ریتینگ 700 نزدیک میشیم دوستان. خوردیم به ایرانی، به به. سرباز C5 سرباز A6 سرباز E6. کلا ایرانی‌ها یه جوری بهتری بازی میکنن، نمیدونم چرا، ولی واقعا یعنی یه کوچولو بهتر بازی میکنن توی سطح ریتینگ خودشون. اینجا میتونم وزیر 5 کش بدم دوستان، حمله دوگانه بکنم به این دوتا. فیل B4 جواب نمیده به خاطر سیسه، ولی خب من وزیر میذارم اینجا با طرح فیل B4. حالا وزیرش رو میام آشپز میکنم، ببخشید دوست ایرانی، ولی خب دیگه چالشه دیگه، مجبوریم که زودتر برسیم. اینم میزنم، اینم میزنم، از B4 حمله دارم میکنم به این.
اینم میزنیم و متاسفانه مات شد. خیلی عالی بازی کردیم. خب بریم سراغ بازی آخر که برسیم به ریتینگ 700. 700 هم رد بکنیم دوستان. سرباز 35 حریفی از اسپانیا، سرباز A6، سرباز E6، سرباز B5. اگر فیل B3 بکنه سرباز C4 فیلش از دست میده دوستان. این شروع بازی حقیقتا این شروع بازی که من خودم یک کوچولو روش کار کردم، زیاد نیست اصلا. این C5 A6 بهش اوکلی هم میگن ولی خب خیلی کم بازی میشه و من اینو سعی کردم که یکم روش کار بکنم. آنپاسان دوباره دوستان، شاید آنپاسان هستش تو این بازی ها. از D5 یه دونه سوار سبک جلو هم از حریفم. فیلی 7 از C6 میکردم، سرباز C4 داشت، فیلم گیر میافتاد. قلعه میریم دوستان، فیل برمیگردم، اینو میزنم اصلا مهم نیست دیگه، سوار جلو هم دیگه زیاد فرق نمیکنه. وزیر C7 حمله میکنم به این دوتا. از C6 خوب داره بازی میکنه، فعلا خوب دوام آورده، خیلی عالی. رخ اینجا با سرباز D6 میبینیم قشنگ مشخصه که لول فرق کرده، یعنی میبینه که مثلا این دفاع نداشت. خیلی عالی. اینو با فیل میزنم. خب اینجا دیگه اشتباهشو کرد بالاخره. اینو هم میتونم با رخ بزنم یا اینکه اصلا اینو با اسب میزنم و حمله میکنم به وزیر. اینو میام میزنم اول با کیش، بعد با وزیر اینو میتونم بزنم، حتی اگر شاه بالا بکنه با وزیر میزنم. نگران این نیستم چون با رخ برمیگردم، مات نمیشم تا عرض آخر که حالا ندید کلا، ولی رخ اینجا داریم. سربازه 6 وقت ما در عرض آخر نشیم، با فیل میزنم. رخ اینجا وزیرش آشمز میکنم، میزنیم. وزیر F4، وزیر F3 و رخ اینجا مات. خب رسیدیم به ریتینگ 704 دوستان، خیلی عالی. کم کم داریم به 1000 نزدیک میشیم، اما چالشمون ریتینگ 2000. خب فعلا که باخت نداشتیم حالا، ولی کم کم داره یک کوچولو سخت میشه. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. خیلی هم عالی. سوالی نکته‌ای داشتین حتما از من بپرسید.